آزادش کنید. رها کنیدش. زودتر آزاد کنید. او را با حجرش برید. اطاعت سردار. گوش کنید، شما خطا میکنید. من از خدمات مخصوص میپاشم. برای نجات این آدم آمدم. صبر کن، او را ببرید. مگر یک بار نمیپرسید؟ من برای دولت کار میکنم و اینجا برای پیشگیری سوی قصد آمده بودیم. سر دهید مرا، نمیبینید رفیقم در این راه قربان شد. باز منتظری چه هستید؟ ببرید او را. سردار. من چی میشود؟ مرا از اینجا برارید، به یگان جای دیگر برید. حیات من در اینجا در زیر خطر است. محکوم را به حجره‌اش برید. اطاعت سردارم. ببرید. با دقت باشید. همه باید هوشیار باشند. تا حال یگان نواری نیست. آیا نیست یگان نواره که خاتمه این کار را بینیم؟ یگان چیزی را نمیبینم. باری دیگر کوشش کن. مرا در اینجا تنها نگذارید. مجبوراً حمایه‌ام کنید. نگران نباشید، ما در اینجاییم. آیا ندیدید مرا قریب میکشتند؟ یا امنیتم را زیاد کنید یا اینکه به جای دیگر برید. این خیلی نباید شود. آرام شو. تمام. تمام شخص ساخته‌ای که سر و لباس یکی از پاسبان‌های ما را پوشیده. حالا هم یگان چیز را نیافتی؟ اوه، یافتم. بینید آقای پیکاس، شخصی آدمی ما را کشته است. هیگید بود. باز این هیگید به مقابل من برآمد. از کجا؟ چخیل به آنجا در آمد؟ یک دقیقه گوش کنید. من همه را شما میفهمانم. من کارمند خدمات مخصوص دولتی ام. رفیقم در این راه شهید شد. سر دهید مرا. خواهش میکنم. راهگرد، در آنجا هر چیزی که گفتنی داری میفهمی. خداوندا. تانی خیز میرویم. ما رو با کجا میبره؟ قماندان را دیدن میخواهد. موج پیدا شد. اینه بین. چی شد؟ موج کامیری در عینک بوده پیدا شد. بین 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 بین. این بردن است. چخیل از دست آنها نجات یافت. بردن شیرکم، مرا میشنوی؟ زودتر این کار را تمام کن بردن. آخرین امکانیتمان تو هستی. مثل یک قهرمان این کار را تمام کن. زودتر. گوش کنید. بر شما میگم که کاری خطا میکنید. راهگرد. برادر گوش کن. من کارگری دولتی میباشم و اینجا آمدم تا اینکه سوی قتل رو پیشگیری کنم. زودتر رو به نزد قماندانتون ببرید. زودتر. قماندان رو به اینجا زنید. گوش کن برادر. مرا میفهمی یا نه؟ ما ندخلم تلفن کنم. راهگرد.
دستگیر کنید. سر دهید شما در موردی من خطا میکنید. او را دستگیر کنید. بس کن، قاتل راه است. کرد. وای خواهین است. شما مرا میفهمید یا نه؟ او را دستگیر کنید. اون آدم را دستگیر کنید. وای خواهین است. بله عالی جناب. اول یک حمله شد، آن را پیشگیری کردیم. بعد 2 شخص در نقاب استخباراتی مخصوص شده و درون در آمدن خواستند. آنها هم در دستمان میباشند. خوب شده است عالی جناب. قماندانم از موج قبول کنم موجی رو داشتیم. با بیرون خبر میداد. چه خیل موج؟ با گمانم که کامیرای مخفی است. امکان دارد. در اینجا علاقه اینترنتی نیست. با اینترنت هم علاقه کردن امکان دارد. شخصی که رمزها را نمیداند پیوست شدنش گمان است. در حال چیزهای کافت و کابی را به کار درآورید. کنی ببینیم جاسوس هست یا نه. جستجو شدیم قماندانم. معلوم که تا حال از پی این کار میباشند. با دقت باش. مرا گوش کن. اگر لازم شود از بیرون مدد طلب میکنیم. اطاعت قماندان. بیا میرویم. با کجا میرویم؟ من تو را نمیشناسم. با یگان جای هم نمیروم. فقط قماندان بیاید بعد میروم. قماندان حالا مشغول است. در امنیت مشکلی است. و دیگر جا میرویم. این کی باشد؟ آدم های ما؟ تو کی هستی؟ زودتر شیرکم، زودتر کارو تمام کن، زودتر تمام کن. زودتر دلم از کار میماند. تو پاسبان نیستی؟ ای گوش کنید. التماس مرا گوش کنید. شما مرا رها کنید. اون آدم را دستگیر کنید. مرا سر دهید. به قماندان واخورم. او مرا حق میشمارد. ای بسیاری بد گپ زدی. اینطور باشد از خودتان گیره کنید. آدم بر این از شما خواهش فهمیدن نخواستید. اگر او را مردن خواهی مقاومت نکن. یاری دهید. یاری دهید یگان کس هست. یاری دهید. برای خدمت های کرده تشکر، لیکن وقت تو تمام شده است. ایست. گوش کن. من با شما خدمت میکنم. اما با گوشونا بدوید. در آنجا کسی هست. زودتر باشه. زودتر. 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 زود. خدمت میکنم. نکشید. خطا میکنید. من با وطن خودم خدمت میکنم. کشتن من به شما چیزی نمیدهد. خطا میکنید. اصلا تو خطا کردی. من آدمی دولت نیستم. برعکس شخصی میباشم که در وقتش برای تو را سرداری کردها تعیین کردنم کوشش کرده بودم. اکنون آنها تو را نمیخواهند. یعنی که جسدی مرده بسیارتر ارزش دارد. استا این خیل نمیشود. هویتی مرا این خیل نیست کردن نمیتوانید. استا اگر من در داخل این کار نباشم در تمام منطقه گفی یگان کس نمیگذارد. من شاه این کارم. من نمیشود. من یگانه سرداری میباشم که خیالات 100 ساله دولت شما رو پایدار میکنم. ما رو میبینید؟ زودتر شیرکم، زودتر کارو تمام کن، زودتر تمام کن. حالا وقت کشتنم آمد. بهوده دهانت را مانده نکن. ایست حرکت نکن. او را دستگیر کنید. دستگیر کنید. این رو دستگیر کنید. باش. ای بلا سنت. توف بر کارتو. ببرید. کنی راه گرد. ای باز همین یکیت. او رو بکشم. پاره کردن جسدش را به نزد سگ‌ها میپرتایم. میبخشی نافهمی شد. ما رو از یک بلای بزرگ نجات دادی. یکی
خودش این رو نمیتواند. با اون جزیره چهل درآمد امکان ندارد. چه در آمده باشد؟ نقشه ای که ماهای دراز کشیده بودم بربادش داد. او رو میکشم. چیزی شود نشود او رو میکشم. پشتیبانی او کسی هست. کسی باشد فرقش نیست. نمیدونم اما میابیم. آرام شو. همه ای کار برباد رفت. اصلا غم نخورید آقای پیکاس. این دفعه آنها غالب برآمدند. دفعه دیگر ما برد خواهیم کرد. بیا از اینجا میرویم. ما میرویم. همه ای چیز را از اینجا نیست کن. یگان نشانه باید نمونه. فهمیدی؟ مایل سردارم. من هم با شما روم. تو منتظری خبری من شو. مرحبا. خونه خیلی زیباست نوربانو. میدونین چی؟ من حتی حمامی علایده دارم. نه با خدا. خوراک ها رو معقول کردید بچه ها؟ در حقیقت بسیار بلذت شده است. نوشی جانتان شود. نوشی جانتان. مرحبا. به همه اشتهای تعام. تشکر. الپرین تو چه خیلی؟ مرا نرسید. الپرین به او دوبی نکن. به خدا عیب است الپرین. چی کار کردید؟ حل کردید؟ قریب که حل کردم. بیا در بالا گپ میزنیم. بچه ها به شما اشتهایتان. یک لحظه. معقول شد؟ با کجا میروی؟ با اتاق میروم. خونه معقول شد؟ چی شد؟ یگان خطاگی نشد؟ نه نشد. همش خوب میباشد. بسیار خوب. کارو بود کردیم. او رو همراهی دکانش سوزاندیم. یگان پای نمون. خوب کردید. حالتان از این بدتر شود. آیا احمقان، حالا شما میبینید با که نیازی باید زنگ زنم. اپا تلفنت رو یک دقیقه ده. چیکار میکنی؟ ماهی میقپم. با تلفن چیکار میکنم؟ با کی زنگ میزنی گفتم؟ وای نه و یادم اومد. دفترم رو دستیم فراموش کردم. باید به تولگا زنگ زنم. مایلش خیگیر. بسیار گپ مایلش. ما حاضر با امنیت میرویم. آیدی آقای چنگ یک چند سواری داریم. مرحمت. روزهای آخر یگان کس شما را تهدید میکرد؟ نه، دوستی بسیار نداشت، لیکن دشمن هم نداشت. اکه نیازی من الپرین باز ارزو به خونه اومد و گمانم که آدم کشتن. دکان رو هم سوزاندن. الپرین تو با این گپ چی گفتن میخواهی؟ با گوشهای خودم شنیدم اکه نیازی. با خدا کی؟ الپرین مرا خوب گوش کن. اگر درد سمان دلیل نباشد آنها را یگان کار کردن نمیتوانیم. اکه نیازی با تو میگویم که شنیدم. چخل کردن نمیتوانید. آرام باش الپرین. تو خودت رو نمایان نکرده اخبارات رو جمع کردن گیر. ما باشیم از پی دلیل های گفته ای تو میشویم. لیکن فراموش نکن باز سرت رو در بالا ناندازی. اوفه این شخلا دولت نباشد اکه نیازی. مالش اکه نیازی. صبر کن دادا. کمی دیگر مون تو انشالله نجات میابی. الپرین تو در اینجا چی کار میکنی؟ ماهی میقپم. تو گریه کردی؟ باز چی شد؟ هیچ چیز نشد. گریه نکردم. مرد گریه نمیکند. هرچی نباشد داداش رو یاد کرده است.
کمی با تو صحبت کنیم. چی گفتی ها؟ الپرین چی شد جونی اپا؟ باز برای چی گریه میکنی؟ من گریه نکردم. ما رو به حال خودم گذار. زیغ نشو. با نزدیکی امک نجیب آزاد میشود. دادا تو در کجایی؟ بیا اکنون. التماس برو از آنجا. تو را بسیار یاد کردم. شوهر شما داغی سودی دارد؟ یک مراتبه برای دزدی محبس شده بود سالهای پیش. شوهرم را تهمت کرده بودند. یگان بار علیه یگان شخصیت اغوا کرده است یا نه؟ نه چه اغوا نه. کمیسرم دکان سوخته نابود شده است. آنچه که پیدا کردید با آزمایش روان کنید. فهمم؟ چیزی نیافتیم. همش خاکستر شده است. تو چی نوکر هستی مگر؟ بله نوکرم. معلوم است. آنچه که یافتید با آزمایش حتما روان کنید. از درون آنها البته یگان چیز یافت می شود. اطاعت کمیسر. در خانه یگان چیز را پنهان نکرده است؟ نه. خب مایلش. رفتیم ولکان. در اینجا کارمان تمام شد. مایلش میرویم. سلامت باشید. یک لحظه. روزی گذشته در دستش یک قوطی بود. برای پنهان کردن به من داده بود. حالا آن قوطی در کجاست؟ در درون. می توانید که او را بیارید؟ مایلش. جناب که می آید کی است؟ یکی از قهرمان‌های افسانه‌ای استخبارات که این دولت او را تربیت کرده است. نامش چی است؟ بهتر است که ندانم. اگر خواهی که او را شناسی و زنده مانی دیگر سوال ندید. خوش آمدید. خوش باشید. نامتان را قبلا شنیده بودم. با شما شناسودن برایم شرف است. این شرف به ما تعلق دارد. عالی جناب. خوش آمدید. شعرک من کاری کرده امروزه شما چند سال پس وردی زبان ها میگردد. میگویند که تقدیر این کار به دست آنها بود. شخصانی که برای وطن جان دادند طعنه زدن زیب ندارد. از شما منت داریم. همش با هدایت شما بود عالی جناب. میبخشید. وقتی که در اینجا حادثه ناخوش رخ داد رفیقان مجبور شدند که این عمل را انجام دهند. در نهایت کار او را کشته نتوانست. باقی کار مهم نیست. حالا او در کجاست؟ او را به یک حجره مخصوص بود. از این پس حمایه او بر دوش ماست. از انقره فرمان دادند. اطاعت البته. به این هم به ما خبر دادند. اگر یگان خواهش داشته باشید در خدمت می باشیم. شخصی در هدف ما بوده زیر سؤال است. با ما یگان مکانی صحبت کنی نشان دهید. علاوه بر این نباید در حدود کشور و بیرون از آن کسی این حادثه را نشنود. نگران نباشید. خودم شخصا سر و کار می‌کنم. رفیقان شما همراه قماندان روید. صاحب در کجاست؟ او را به سردخانه بردن عالی جناب. آخران مراتب او را دیدن میخواهم. مرحمت عالی جناب.
بیا پیکس بیا. چنانه که میبینم خدمت ما تو را خوشحال کرده است مینیکایا. هرگز این را خوشحالی نگوید. با تو مژگه کلانه دارم. چی بوده است؟ پشتیبان یگید را من یافتم. راست میگویی؟ چه خیلی یافتی؟ از صحیفه های گردآلود تاریخ، از گازیته پیشین. این آدم کی بوده است مینیکایا؟ آدم بر این گپ زن. این آدم کوپیک است. از همه دیدم مغز سری درخشان دارد. در 30 سال آخر در ترکیه چند لایحه‌ای که مهم است این آدم در آن شریک می باشد. مرا دیوانه نکن. آدم بر این گپ زن کایا مینیک. مرحمت جناب. گذارید. انا قهرمان اساسی فیلم شما، همون قهرمانی که تا ایندم تو را گفته ایستادم، آقای مظهر. خیل شد. خودش را فدا کرد عالی جناب. در لحظه آخرین خودش را به پیش تیر پرتافته او را نجات داد. از او پرسیدم که برای چی این کارا کردی؟ برای وطنم گفت. ثابت خودش را برای مردم این مملکت جانش را فدا کرد. او جانش را برای ترک و کرد و لز و چرکیز و باشنک داد. گورش پر نور شود. خدا بیامرزد. آمین. برای واخوری آماده هستیم عالی جناب. از شما یک چند خواهش دارم. مرحمت. فوراً اسکران محبس را عوض کنید. چه خیل؟ با فرمان انقره اکنون تمامی کارها بر عهده من می باشد. این چه خیل می شود؟ باید قوه آدم هایی که به اینجا علاهیده 2 نفرشان را در آوردند آنها را خوبتر بفهمیم و گمانم که آنها باز یگان نقشه دیگر هم دارند. برای شخصان مقابل ما تشکیلات چی می باشند؟ این حجتی که از انقره آمده است پیشگیری های نوی امنیت می باشد. شما این را بررسی کنید. ما به واخوری می رویم. خوب شده است عالی جناب. من هم یک خواهش دارم. مرحمت. برادری شهیدمان را از اینجا با عرف و عادت خودمان بردن می خواهیم. هر چیزی که از دستمان آید می کنیم. تشکر. می رویم. گوش کن. سال 93 آیا این آدم را میبینی؟ شخصی در پشت تورگوت آزل بوده. بله. آیا این همان ادمیرالی نیست که طیاره شخصی خودش با آقای مظهر رفیق نزدیک بودند. انا بین در پشتشان کی است؟ همان آدم. عجایب. ایست دوام دارد. در اینجا هم هست. وای وای وای. این آقای مظهر پیکس قریب بود که مسئله ترور را از ریشه‌اش کندن نابود میکرد. همه آن نقشه هایی که دارند فکرهای این مرد است. آدمی استخبارات میباشد. سالهای دراز است در خدمت آنهاست اما کسی آن را نمیداند. خودش را بسیار خوب پنهان کرده است. من باز یک چیز دیگر یافتم. بین باز چی است؟ در اینجا باشد با تشکیلات قوه های مسلح است. بین وقتی که در بوسن زیر ضرب ها مجادله میکرد در افغانستان زیر خدمت رسانی های مخفی مجادله کرده است.
این آدم کو پیکاس. بس کن آبی دهانت میریزد. تو مخلص این آدم شده ای. چی خیل نشوم پیکاس؟ این آدم خودش یک دولت است. پس چی کار میکنیم؟ حالا ما عملهای سالهای 1993 آقای مظهر را خوب کشف کردیم. قدح رئیس جمهور را تا حال پنهان کردم. خاطره گفته. شخصی که این قدح را به من داده است تا حال در دولت فعالانه کار میکند و همیشه در فرمانهای ما آماده است. در این دولت از همه خطای کلان را تکونایی کرد. حل مسئله کردها را تشکیل کرد. آیا 200 ساله نقشه ما را برباد دادن به تو مانده است؟ حالا ایست. خروسی که پیش از تو فریاد میزنم سرش را میبرند، همین خیلی نه؟ بله. آن وقتها در پشت آن یگان قوه نبود. آدمانمان را به چندین گروه مثل چپ، راست، سنی، شیعه، ترک و کرد تقسیم کردیم. بعضی را منصب دادیم و دیگری را فریب. باقی مانده را مسکین کردیم. اما در پشت شخصان حاضره یک قوه معظم می باشد. آدم نمی‌یابیم که خوشرو استفاده اش بره. پس چی کار میکنیم؟ این مراتبه در پشت حل مسئله کردها کی بودن را به تو نشان میدیم. انا بین، آزل رفت به جایش دیگری اومد، اما یک چیز عوض نشده است. وای وای وای، باز آقای مظهر. بله، بازو. ادمیرال بیلتیس رفت به جایش دیگری اومد، اما باز مظهری ساده است. فهمیدی پیکاس؟ فهمیدم. نقشه مجادله و هم ترور را آقای مظهر تشکیل کرده. خودش مثل یک خیالات زندگی میکند این شخص پیکاس. در همه کار این آدم است، اما در یگان جا پای او نیست. قریب بود که ما را به زنده نبودن او باور میکنندند. خیالات ها؟ آقای مظهر. بله. گوش کنید، من به شما خدمت کرده میتوانم. مادری من هم ترک بود. خیلی طول کشید، همین طور نه؟ مظهر سوی اصلا. تو را این گونه دیدن در عقلم نمی اومد. گمان میکردم که تو این کارها را بس کرده ای. برای این گونه گمان کردنتون بسیار کوشش کردم. اگر مثل شما بر این آدما نباشند، دولت محکوما را بسیار با مشکلی حمایه میکنند. در قید حیات می باشی، یگان مشکلی نیست. شخصانی که تو را کشتن میخواهند، درد آنها فتنه انداختن بین ترک و کردها نیست. این را خودت میدانی. آنهایی که تو را سردار انتخاب کردند، از آن میترسیدند که همه معلومات های میدانستگیت را میفهمانی. برای این سوی قصد را تشکیل کردند. اینش را منتظر نبودم. وعده هایی که به من دادند این خیلی نبودند. به هر حال بعد از این با شما گفت و شنید میکنم. همین خیلی نه؟ ما تنها با ملت گفت و شنید میکنیم و دیگر میان روها احتیاج نداریم. خاطر من اگر نباشد همه جا را خون فرا میگیرد. خلق اکنون ناحقی های همه تبدلات ها را با چشم خود دید. سنی های و شیعه های و کرد های و ترک ها همه به خلاصه آمدن که حقوق و آزادی های یکدیگر را نباید پایمال کرد. فهمیدن که به خونریزی هم صاحب دولت دموکراتی هم می شوند. مثال رفرندوم عیان است.
تو این ملت را نمیشناسی. این ملت اکنون همه را درک میکند. برای همین نه ترک ها و نه کرد ها بازیچه شما نمیشوند. وقتی که در لیسه بودی همه وقت همی خیلی سخن میکردی. اما من امروز سردار میباشم که دولت های کلان منتظر فرمان منند. اینقدر واهمه نکن. کسی که ساخته است حصه کلان از آن اوست. سخن از آن آنها می باشد. چی گفتند را میفهمم. ادوکات های من رفیقان در کوهستان بودم. بعضا سخنانم را گوش نمیکنند. این کار نیست که واهمه‌اش کنیم. با تو سفسطه کردنی نیستم. در ساختار گروه ها مخالفت با سردار نمی شود. در جایش او را می کشند. اگر از عهده کار نبراید رئیس دیگر کس می شود. آنها پیش از 12 سپتامبر تو را نگذاشتند که گروه خودت را تشکیل کنی. پیش از انقلاب سردار گروه مخالف برای گپ را گوش نکردن در وقت تبابت در بروسل کشته شد. سردار گروه دینی هم برای سخن را گوش نکردنش در یک عملیات در قصرش کشته شد. پیش از انقلاب تو را به خارج روان کردند و انقلابچیان تو را برای فعالیت ملی در حبسخانه قصداً شکنجه کردند که خلق این را فهمید. بله، اما آنها را هم استفاده کردند. گروهی که برای من ساخته بودند حاکم یگانه آن شدند. گوش کن محترم پیکاس، مرا خوب گوش کن. من میدونم که به ما چی لازم است. چی لازم بوده است؟ دویم حرکت سال 1993. نجات ما این است: انقلابی پوشیده. چه خیلی که آن وقت یک خیل چیزها را بریده پرتافته بودیم، امروز تکرار میکنیم. اول اغرمومچو، بعد قهوه‌چی، اشرف بیتلیس، بعد آزال، جانش صدقه، حادثه 33 افسر، باش مکبک، دادیمک. اوه، حساب کنی تمام نمی شود. چی روزهای بودند. آن وقتها دست و پای مظهر شکسته بود. در 17 سال خودش را جمع و گیر کرد. حالا وقتی همان کارهای پیشینه همان آمده است. کردن در کار کایمینی، کردن در کار. از دهانش شربت می ریزد. نامش را هم عملیات 93 می گذاریم. من قواهای سیاه را آماده می کنم. قوای سیاه گفتی؟ یکم بار میشونم. اگر تو نقشه داشته باشی ما هم برای خودمون نقشه ها داریم. این نقشه ما توسط اغوا و دسیسه تفریق اندازان خونخور علیه قانون نوی استخبارات و مقامات دولتی است. این نقشه مثلی ارتش خورد است. خورد نشود پیکاس. ممکن باشد مثل ارمه نپلا شود. فکر کردیم که این کار را سر کردیم. پس این آقای مظهر خیالی را چیکار میکنیم؟ ندیم را زنگ زدم پیکاس. چخیل؟ قانون اطلاعی را فراموش کردی پیکاس. پنجره‌ای که خلق در آن حقیقت را میبیند نوار است. با تلویزیون چی خیلی نشان دهند آن حقیقت میشود. نوارهای سوی قصد علیه شخصی در جزیره بوده را میابیم. نوارهایی که برای نفع خودمون میباشد گرفته به ارگان شبکه سیاه خودمون روان میکنیم. وقتی که همه به نشرهای سیاه روبرو شدند تماشابینان به صحنه میبرایند. همه جا زیر خون میماند. فهمیدم، فکری خوب. البته فکری خوب. با آنها نشان میدی که گویا این عملیات سویقت را دولت کرده است. راست به یگید و مظهر حواله میکنیم. اگر نواری آنها را گناهگار نشان دهد مجبور میشوند که خودشان را حمایت کنند. دولت باشد برای مدد آنها دستکشی میکند، آنها را به سر سود میبرانند. همین طریق به دست مو بیافتند. تو یک شیطان از دیگه یمینی. نقشه عالی است، نقشه عالی.
آیا گازت سیاه تو این کارا کرده میتواند؟ ای بچه گذراندی، صفت آنها دروغ را راست نشان دادن است. 30 سال است که آن کار را میکنند و بسیار هم فعال میباشند. از سخن من نمیبرایند، چیزی که گویم در وقتش میکنند. تا به امروز آنها مرا پیروی کردند، بعد از اینم پیروی میکنند. گروه های تروریستی تنها کارهای دولت های بزرگ را و در نقشه های سیاسی آنها بازی میکنند. آیا تو یگان مراتب دیده ای که دولت گروه تروریستی را تشکیل کند؟ البته گروه تروریستی را دولت تشکیل نمی کند. برای تشکیل کردن این دولت 90 سال پیش قرار کرده شده بود. اما در آن زمان کادرهای نبود که دولت کرد را تشکیل کنند. حاضر کردهای جان مثل سابق کردهای جانند که ترکهای جان موفق شدند. نه، ترکهای جان دولت نو را تشکیل نکردند. آنها تنها سبب شدند که یک دولت بزرگ را نابود کنند. خلق 100 سال شد که عذاب این نابودی را میچشد. انشاءالله که کردها هم 100 سال دیگر این عذاب را نمیکشند. آینده دنیا پاره شدن نه، دنیایی میشود که همه اتفاق میشوند. هیچ عوض نشده اید آقای مظهر. اما تو از وقتی که با دختر آن استخباراتی خاندار شدی عوض شدی. در لیسه چند بار دیدم که تو نماز میخوندی. من یک ملتی نبوده را آفریدم. متاسفانه نه معنای ملت را میدونی نه معنای آفریدن را. آفرنده به ما نصیب کرد که در طول 1000 سال با ترکمن و کرد و چرکز و لز یک ملت شدیم. ملت آفریده نمی شود بلکه ساخته می شود. Sevda düştü içimize, her şey önce yüce vatan içindedir. چه که خواست تابوت را با پرچم روی پوش کردیم آقای مظهر. Bileğimizle yendik, gücümüzü haktan aldık, kor ateşlerde yandık. لحظه جان دادنش از پیش نظرم دور نمی شود. برای وطن جانش را میداده کس نمی مرد دیگید. آیا تو یگان بار نشنیده ای مگر یونس مرد گفته سله میدادند؟ مرده جسم است، عاشقان نمی میرند. عاشقان وطن هم نمی مرند، شهید می شوند. مرده دیگر است و شهید دیگر. اگر من اون حریف رو میکشتم گویا یک حیوانی رو میکشتم، همینطور. او از حیوان دیده پستر از فرزندم. خیر میلش. Sevda düştü içimize, her şey önce yüce vatan içindedir. Yüreğimizle sevdik, bileğimizle yendik, gücümüzü haktan aldık, kor ateşlerle yandık.
برای همه این کارهایتان تشکر. سلامت باشید آقای جناب. نظام در حدیث آمده که بخیرترین شما کسی است که قرآن را به مردم می آموزاند. بار اول در تاجیکستان در مرکز پرودوسری همصدا طرز ویدیویی قرآن کریم، متن اصل و ترجمه معنی های آن در قرائت امامان کعبه عبدالرحمن از سدیس و ابراهیم از سریم تهیه گردید. در فیته مذکور اولین بار در برابر قرائت 30 جزء 114 سوره قرآن کریم متن اصل با ترجمه پوره مصحف با زبان تاجیکی آورده می شود و جزء و نام سوره قرائت شونده نیز با حروفات کیریلی زبان تاجیکی نوشته شده با منظره های مفتون کننده کشورمان زینت داده شده است. این مصحف شریف هدیه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان بخشیده به 20مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به مردم عزیز کشورمان است. من خوب میکنم. شب خوش. مرحمت دکه گیرید. تشکر. اکای نجیب اینقدر بسیار فکر نکن. انشاءالله که کودکانت را باز میبینی. اگر چه کسی نام بر من کنده آن را اثبات کنم. نگران نباش. با تو چنین معلوماتی میدهم که جلوی پدری زند در دستی تو میشود. او را دستگیر کردن آسان میباشد، اما از اینجا بر آمدن مشکل است. صبر کن برادر، پایان شب سیاه سفید است. نجیب سردار، به نظرتان آدم آمده است. بخیر است؟ کی میباشد در این ساعت؟ هوشیار باش، باز فریب نخوری. احتیاط کن. یک جان طاقم مانده است. جانم را با آسانی نمیدیم سلمی برادر. سردارم شب بخیر. بخیر است نیازی؟ خوابت گریخت در این نیمه شب. وقتی که شما در محبس باشید به چشمان ما خواب می آید مگر؟ انا بینید با شما چی را نشان میدهم. آیا سودای فیلم سر کرده چی؟ نه سردارم، چین گفت که یک تعمیرچی کارو سر کرده است و یک فیلم به نوار گرفته است که شما را میتواند از اینجا برارد. فیلمی که مرا از اینجا میبرارد؟ بله سردارم. انا بینید فیلمی که تعمیرچی به نوار گرفته است. انا عمر آمده ایستاده است. از اینجا کسی صدا میدهد. دیدید؟ پس آن کارو تمام میکنند. الپرین خبر داد. چنگ از پدر زن شما برای اغوا پول خواسته است. ما هم با دکان چنگ رفتیم، اما دکان و صاحبش را سوزاندند. یک دیسک سوخته را یافته به مرکز بردیم. رفیقان باشد آزمایش را دوام داده ایستادند. شعر بچه من. پس این فیلم را از کجا یافتید؟ بزنش وصیت کرده است که اگر با من یگان حادثه رخ دهد این نسخه دیسک رو با پلیس دهید. خوب چه خیلی فیلم رو به سوی آزادی معقول شد سردارم. در روی خط بهترین فیلم هایم در جای اول می ایستد نیازی. کمی خونالود می باشد، اما قاعده این کار همین است سردارم. بین چی خیل؟ خودم معقول کردم. دوگانه جانم لباسای خیلی زیبا با من بسیار معقول شد. همراه اپای ارزو انتخاب کردیم. چیزی را که معقول کردم به نرخش نگاه نکرده خرید. بسیار هم شینم. این کرتا با تو زیبیده است.
فوندی خانم عزیزه برایم ادرار پولی جدا میکند. عالی. دختر خدا داد بوده که این خیل خش و تبار داری. بسیار هم آدمی خوب میباشد. با پای ارزو گپ زدم. با تو هم ادرار پولی جدا میکند. بس کن اپا. آچه امور دادم در محبت. چشم تو باشد در پول و مال است. با دانشگاه هر روز با یک لباس رفتن نمیخواهم. تو نمیفهمی الپرین. تو نمیفهمی اپا. چشمایت رو کور کردم. بیهوده گپ میزنی الپرین، بیهوده. میگویی که آچم رو بابایم کشته باشد. آچم رو نکشته باشد هم. دادم رو به محبت رنگ کرده است. پس الپرین از این فیلم باخبر می باشد. مثل دیتکتیو کار میکند. آفرین. نیازی تلفنت رو بده. مرحبا سردارم. صدای فرزندهایم را یک بار بشنوم. الو؟ دخترم نوربانو. دادا این شمایید؟ منم دخترم. گفتم که یک بار صدایتون را شنوم. چه حال دارید؟ الپرین چکر می باشد؟ الپرین هم خوب است دادا. هممون خوب می باشیم. شما را بسیار یاد کردیم. تلفن رو به من ده. اوف الپرین گپ زده ایستوده. تو رفته با لباسای نوات گپ زن. الو دادا؟ الپرین پسر قهرمان من. چه حال داری؟ خوبم دادا. شما چه خیلی؟ من بسیار خوب هستم. اکای نیازیت کارهای کرده را فهموند. با تو چقدر که افتخار کنم کم است. ای دادا آخر من پسر کی هستم؟ با شرافت تو از این چوکی بر آمدم. هر دیتان رو با سری با آغوش میگیرم. تو اپا در خیال من هستید. شما هم در خیال من هستید دادا. از آنجا که بر اومدید هرگز جدا نمیشویم. دیگر جدا نمیشویم پسرم. انشالله در یک مدت کوتاه باید دیگر میرسیم. اما با دقت شو. بابا باید آید بر اومدن من از محبس همان خیر رفتار کن که گویا ناامید هستی. همین طریق اگر از تو گمان برد هم ایمین نمی شود. با اپا حالا یگان چیز رو نگوی. مالا زده نگران نباش. من کارم رو ادامه میدهم. رویت رو نگرانم. شب خوش دادا. در پناه خدا باشی پسرم. سردارم انشالله فردا از اینجا میبراید. فرزندهایتون رو میبینید. انشالله نیازی انشالله. انشالله. انا سر می شود. تماشابینان محترم، یک خبر مهم روز و مهمان این خبر ما باسکون کایمینگ می باشد. سخن را دراز نکرده با یک خبر موضوع را آغاز می کنیم که ترکیه و دنیا را بلرزه می آورد و این خبر را در یگان شبکه دیگر هم نخواهید یافت. دیروز تقریبا در همین ساعت ها سوءقصد علیه پرونده‌ای در جزیره بوده انجام یافت. جناب آیا این آوازه ها راسته؟ چی میگویید؟ من نفهمیدم. کی گفت این آوازه است؟ این حقیقت است؟ بله تماشابینان گرامی، حالا باشد این عملیات سوءقصد را قدم به قدم به شما پیشکش میکنیم، اما بعد از رکلامه ها با شبکه ما بمانید. آره جناب شده است، باوریم نمی آید. از تو ترسیدن در کار. شخص بزرگی. حالا ایست، این نگان چیز نیست. میبینی چی کارها رو انجام میدیم. آفرین. در این مورد به دوش ما چی میافتد؟ از ما چی میخواهی؟ میخواهم که تو هم یکی از اشتراکچی این کار بشوی. حالا آدم های حزبی مثل دیگ میباشند. آیا کیامینی چی گفته بود؟ رفته آنها را در 1000 درجه بیجوشان. بیراو کنی کارت را بینیم. با چشم. وقتی که رفتی لیلا رو هم با خودت گیر فهمیدی؟ کنی بیا دهانت را کشو.
عمرتان تا اینجا بود از رفیقان، راه دیگر ندارید. اگر حساب برای چی تا کرد؟ آیا این کاری کردن میارزید؟ برای وطنمان میارزد میگید. برای این وطن هر کاری که کنیم میارزد. چرا برای اون آدم جانش رو فدا کرد؟ چگونه پیش راه تی رو گرفت؟ خیلی برای آن آدم نه، برای این وطن، برای این دولت، برای این ملت خودش را فدا کرد. خیری اگر تو می بودی مثل ثابت جانت را فدا میکردی؟ به هر حال گمان نمیکنم، از غمگینی میکفم. خیری یگان جای غمگینی نیست. او برای کارش را کامل کردن خودش را فدا کرده باشد، تو هم برای کار خوب خودت را فدا میکنی. اگر لازم شود مثل او میموری. الو آقای مظهر، زودتر تلویزیون رو روشن کنید. حالا باز با مهمانی امروزمون کایمی دیگر جا میباشیم. تماشا بدونی محترم، انا نوارهای همان سوی قصد بزرگ را تماشا کنید. این کار بسیار بد شد. مرا از تلفن امنیت با سروزیر پیوست کنید. عاقبت این عملیات چی می شود؟ عاقبتش را نمیدانیم. مقامات دولتی تا حال یگان سخن نکرده است. بعد از این ساعت زنده بودن یا اینکه مرده بودن شخصی در جزیره مهم نیست؟ قواهای منفی به این گونه محبس‌هایی که امنیتشان در سطح عالی بوده در آمده سوی قصد میکنن؟ اصلی فلاکت در اینجا میباشد. شما چی گفتنی دارید این موضوع؟ در زبان صدقه این عملیات سوی قصد عاجز بودن دولت رو نشان میدهد. شخصانی که دعوا دارند دولت در محبس خانه های امنیتشان عالی بوده امنیت جان یک محکوم را تأمین کردن نمیتوانند 100% حقن. آیا پس از این خیل حادثه خلق چگونه باید فکر کند؟ این کار ناممکن است. اگر حاضر کردها به کوچه و خیابان برایند همه زیر خون می شود. حساب این رو که می دید؟ یعنی که شخص در جزیره بود هزارها محب داشت. اگر آنها رفته با پلیس و مقامات های امنیتی زد و خورد کنند چه می شود؟ آیا خوابگاه ها، مکتب ها، دانشکده ها زیر خطر نیستند مگر؟ عقلم را گم کردم ندیم جا. جنگ شهروندی می شود گفتن دیوانه شدم. آید این سوی قصد التماس با ما شهر دید. خوش میکنم. با ما یکم شهر دید؟ نمیدانم رفیقان، من از این حادثه بیخبرم. حالا با من اجازت دید که با مجلسگاه درایم. اطلاع مفصل رو پس از واخوری میکنیم. علیه پیشوای ما سوی قصد تشکیل میکنند. ما از تلویزیون با خبر میشدیم. این چه خیل کار است؟ با فکر شما نتیجه این سوی قصد چی میشود آقای کایا؟ بعد از این حادثه سناریو آنها را تصور کردن نمیشود ندیم جان. بعد از این خبرهای مهمی میشود از ما جدا نشوید. بعد از رکلام ها باز یک جا میشویم. چی شده است؟ کی کرده است؟ باید یگان کار کنیم. آیا او زنده است؟ و یگان سخن گوی تو میدانی؟ از کجا دانم؟ من هم مثل شما این واقعه را از تلویزیون دیدم. رفیقان بس کنید، آرام شوید. کاری شدگی شد، حالا باید فکر کنیم که چیکار کنیم. آیا از حکومت یگان معلومات نمیخواهیم؟ عاقبت پیشوایمان را نمیپرسیم؟ فراموش نکنید اگر این را ما پرسانده شویم مقامات بالا بوده ما حتما میپرسد. پیشوا چی زنده باشد چه مرده فرقش چیه؟ نمیفهمید؟
فرصت مساعد پیش آمده است. این چی فرصت بوده است؟ با دهان خودت گفتی محمود برادر که مقامات بالا حساب میپرسد. میبینیم که چه خیل حساب میپرسد. با کوشه ها برآمده همه را به خود یکسان میکند. درا لبه جناب مرا جغ زدید؟ گذار اینجا بشین. چطور به این زودی خبردار شدند؟ آنها کردند. آنها خدمت رسانی کردند. مثل سوی قصد فرد دینگ هم او را کشتند و هم پاسبانهای بیچاره را گناهکار کردند. برای این در وسایط اخبار عموم شخصان آنها عمل کردند. اکنون مردم را فریب دادن میخواهند. خیر جناب، حالا چیکار میکنیم؟ بیکار مینشینیم اگر؟ من فوراً با سروزیر با میخورم. بله. آقای مظهر شما رو پیوست کنم؟ چرا ایستاده اید؟ پیوست کنید. خوب شد است. آقای مظهر، واسطه اخبار عموم از این حادثه چه خیل خبر یافت؟ آخر باید این عملیات مخفی میماند. چه خیل با خبر شدنشان رو تا حال نمیدونیم. اما این حمله را شخصانی صاحب تکنولوژی عالی درجه کردند. این کار باشد با کمک خدمت رسانی های بزرگی انجام یافته است. اما معلوم است که از هر یک حرکت این عملیات فایده دیدن میخواهند. اکنون چیکار میکنیم؟ باید اثبات کنیم که آن شخص نمرده است. آن شخص فوراً باید سخن کند. بسیار خوب میشود. اول آتش شمع دروغگویان را خاموش کردن لازم است. جناب اگر خواهید سخنرانی را در جزیره تشکیل کنیم. گفتن لازم که این سویقست را دولت ترکیه تشکیل نکرده، بلکه در لحظه های آخر ما از ترک ها او را نجات داده. این خیلی گفتن به فایده ما می شود. این کار را در حال تشکیل کنید آقای مظهر. نباید این کار را به تأخیر گذاشت. اکنون چیکار میکنیم عالی جناب؟ سخنرانی شخصی در جزیره بوده پیش راه فتنه اندازان را میگیرد و این سخنرانی نقشه های خائنان را ویران خواهد کرد. این حال گفته تو می شود. بله. یگید ما اول کار خودمان را کنیم. ثابت را به خاک سپاریم. اطاعت عالی جناب. با اجازت شما. بله برادران، مراسم جنازه برادر شهیدمان ثابت را سزاوار میگذرانیم. اکا چه خیلی که گفته بودی با ارزو خبر دادم. خوب کردی. ما وظیفه خود را اجرا کردیم. می آید و نمی آید این کاری اوست. بسم الله الرحمن الرحیم. آزادی مبارک. تشکر. آزادی مبارک اکای نجیب. سلامت باشید. آزادی مبارک. سلامت باشید. مبارک باشد اکای نجیب. تشکر. آزادی مبارک. خداوند شما را هم نجات دهد. آزادی مبارک سردار. نصیب شما هم آزادی باشد. تشکر. وعده دادم وفا میکنم. از پی کار مشو. نگران نباش. خبر که گرفتم به تو میرسونم. تشکر. در دستم دلیل های می باشد که زن پدرم را نابود می کند. شخصی که او را کشته است سینان بوده است. او شریک شیطان رجیم است. هرگز دو مالش را سر نده. انتقام مرا هم گیر. خوب برادران، خداوند شما را نجات دهد. سلامت باشید. سردارم آقای سینان آمدن. در آید بدر اون بله سردارم.
بیا سینان جان بیا، شورکرم میخوریم، بیا. نه جناب، یک روی نجیب مرا میخورد. شورکرم خوردن خوب میباشد، اما تو را خوردن خوب نیست. چه خیلی تو را میخورده بوده است؟ بعد ازش یک قطار نوارها افتیده است. قاتل بردان پیدا شده است. 1 ساعت پس در سود می شود. پس از این باشد نجیب آزاد می شود. اگر بردان سخن کند من می سوزم. آرام باش شیرکی من، آرام باش. آیا ترس به این شکمی کلانی تو میزیبد؟ انا بین کشا دهانت را کشا منتظر نشو، دفتری بردن که ها محکم شده است، کسی او را کشته نمیتواند. اما نجیب از خفای این کار می شود. سینون شیرکم از حد گذراندی. او پلیس است، کارش گفت و کو است، البته که از پی کار می شود. چی پس مرا دستگیر نمی کند؟ جسدی زنده بردن را یابند، او را می سوزانند. اما منتظر نشو، با جسدی مرده بردن تو را نمی یابند. نبیره هایم چی می شوند؟ اگر آنها را گیرد چی؟ کسی نبیره های تو را نمی گیرد. بیا انا به تو شور کرم، بسیار خوب تیار کرده شده است. آب لیمو هم ریزم؟ ریز. کنگیر اکنون رفته از پی کارت شو. پس این عملیات سوء قصد را کی به ذمه خود گرفته است؟ حالا ایست نام او را به تو میگویم. آیا این قاتل کیست که جسارت کرده به مکانی که از آنجا پرنده پر نزده و با آنجا در آمدن غیر امکان است وارد شد؟ باشد نام این شخص یگید گندوزالد می باشد. همه مرا خوب گوش کنند. نام این شخص یگید ابلهان یگید را زیر هدف گرفتند. بعد از رکلام باز با میخوریم، با ما بیمونیم. ولی جناب مدیر امنیت با شما با خوردن میخواهد. مایلش میرویم. یگید گندوزالد کی هست؟ یک کارگری امنیت است. در امنیت کارهای ناشایم کرد، او را از کار زده پیش کردن. پس با جزیره چه خیل در آمده است؟ چه خیلی می شود؟ با یک گروه همکاری کرده در آمده است. اما اساسی کار میدانی در چی است؟ در چی هست؟ این آدم مرده است. مرده است؟ شما شوخی میکنید؟ چه خیلی شوخی ندیم جان؟ این آدم رسما مرده است میگویم با تو. پس این چه خیل میشود؟ گوش کن. یگید گفتنی سوی قصدچی برای یک جنایتش دستگیر شد. او را به محبس انتقال دادم. بعد چی شد میدانی؟ نمیدانم، کنی گفت زنید؟ در محبس بخور شده پریده است. یعنی به کاروانی مرده ها پیوست شده است. یعنی که در رسمیت زنده نیست، اما کارگری مخفی دولت می باشد. آیا اشتباه نکرده؟ عیناً مثل گفتند. برای همین هم این شخص را دستگیر کرده به محکمه کشیدن در کار. پس میفهمیم که در قفای کار سوی قصد کی بوده است ندیم جان؟ Sevda düştü içimize. Her şey önce yüce vatan içindedir. Yüreğimizle sevdik, dileğimizle yendik. Gücümüzü haktan aldık, kor ateşlerle yandık. Haydar diri dahtar, diri dahtar. Haydar diri dahtar, diri dahtar.
Her şey önce yüce vatan içindedir. Yüreğimizle sevdik, bileğimizle yendik. Gücümüzü haktan aldık, kor ateşlerle yandık. با شما همکاری کرده با کارهای غیر قانونی دست زد و همین خیلی مرده رفت. همچنین باید میگفتی که با شرفانه زیست و جوان مرد. هم جوان مرد و هم از پشت تو مرد. به خاطر من، به خاطر تو، به خاطر او، به خاطر هممان خود را فدا کرد تا اینکه ما در فضای صلح و آسایش زندگی کنیم. از پشت من مرده بود است. آیا من روی او را دیده بودم؟ آیا او را کفته با او سخن کرده بودم؟ برای خواهری که رویش را دیدن نمیخواست، حتی برای خواهری که به او نفرت داشت خودش را فدا کرد. باز همون افسانه ها. тамошобинони гиромӣ, ягид гундузал ки суиқасд алайҳи шахси дар ҷазира буда анҷом дод ва қувваҳое ки ӯро дастгирӣ мекунанд дарҳол ёфтанашон дар кор. телефонро хомӯш кунед. мебахшед. آقای کیا یکی حالا در قبرستان نشان تپه می باشد. لطفاً چورش رو ببینید. تو نگران نباش. کمتر پس در اونجا غوغای می شود که مرده ها بیدار می شوند. فهمیدی؟ میلش تمام. شروع میکنیم. یک، دو، سه. تماشابینان گرامی، حالا میخوام که برای شما یک معلومات مهم را برسانم. چنانه که به ما خبر رسید رحمتی یگید گندوزلب حالا در قبرستانی نشت تپه می باشد. مرده که مثل یگید زنده است خبری خوب است، همینطور نه؟ بله. از اینجا شما را با خبر کنم مقامات ها را به حرکت درآورید. علاوه بر این به خلقی با وجدانی کرد از اینجا صدا میدیم این آدم را یافته جزایش را دهند. اما آقای مینیک، با این سخنهایتان آنها میگویند که روی راست او را زیر هدف قرار گرفتند. این خیلی نیست اینجا. یگید که زنده بودن یا نبودنش معلوم نیست. پرونده در نزد خلق ناعیان است. بعد از این ما او را پنهان کنیم ندیم جان، آیا این هدف می شود؟ نه من مثل یگید بر این پرونده ها را افشا می کنم، برای برادری خلق ها یاری می رسونم. نام خاطر را گفتند، مکان او را هم گفتند، رفته از او حسابات میپرسیم. گوش کنید، در سری غضب نباید با پایمان تیشه زنیم. اگر یگید گندوزلب گناهکار باشد پس پلیس دولت جزایش رو دهد. از مرد نجات یافته اما با عقل نشدی. خودتان را نگاه دارید. من به شما نشان میدم، اما حالا وقتی انتقام پیشوای من را گرفتن است. راه گردید رفیقان، با بهانه یگید برای آزادی دولت کرد حسابات بپرسیم. زودتر باشید. با اجازت صابر. یگید پدرت آیا خونی سردارمان در زمین میماند؟ البته که در زمین نمیماند. تو یگان نقشه داره. آیا انتقامی خونی پدرت را نمیگیری مگر؟ همامان آماده ایم که برای تو جانمان را فدا کنیم. برای خشم و غضب حزب آنها را فرو نشاندن شخصی در جزیره بوده سخنرانی میکند، میگوید که زنده هستم. ما باشیم او را در درجه عالی حمایه میکنیم.
به یگان نامعقولی راه نمیدهیم. قوه های امنیت نباید قوه های شدید را استفاده کرده تروریستان را پاداش دهند. قوه را استفاده برده به شخصانی که این عملیات را استفاده بردند نباید یاری رسانیم. خواهش میکنیم التماس خواهش میکنیم فرمان به سوالهای ما جواب دهید. ولی جناب به چه قرار اومدید؟ به ما یگان شهر دهید؟ یگان سخن نمیکنیم. یگان سخن نداریم. با قرار نآمده ایم. با اجازتتان خواهش میکنیم به سوالهای ما جواب دهید. آخر لطفا خواهش میکنیم از شما. آقای مظهر تلفنتون رو بردارید آخر. نابکار یک کار کرده باید یکی رو آگاه کنم. به گردیمایی آمدید یا دعوت آمدیم؟ بله شازر می آیم. مهم آن که آنها نباید اغوا اندازند. خلق را از این چاه کنده شده آگاه باید کرد. این نیت خوب و ثواب است. کمی پس برای تو هم خیلی خاک می پاشند. به من ده. طبق نوارهای گرفته شده معلوم شد که قاتل عمر ضربه نجیب یلمز نبوده. آزادی او را طلب میکنم. مرحمت شینید. آیا شخصی که در نوار عمر را کشته از دستگیر شد؟ عالی جناب، آن شخص در سوئیس که در جزیره روی داده اشتراک کرده است. او از طرف مقامات امنیت دستگیر شده زیر سوال قرار دارد. در جلسه آینده اشتراک کرده بیانات خواهد داد. قرار نجیب یلمز بعد از تطبیقات نوارهای گرفته شده معلوم شد که دست به کشتار عمر ضربه نزده است و مهلت دستگیر شده او خاتمه یافته است. برای این اشتباه از شما عذر میپرسیم. خدایا تو را شکر میکنم. تبریک میکنم نجیب سردار. تشکر آقای دادستان. نیازی در کجاست؟ شما را در حیرت مانندنی بود. انا می آید. دادا دادا. اوه پسر جانم. پسرم. دادا دیگر ما رو تنها نگذارید. ما رو به خونه ببرید التماس. وعده میدیم پسرم. دیگر از شما جدا نمیشوم. خوش سلطان نوربانو چه حال داری؟ دادر از محبس برآمده است گویا که این خرسند خیلی نیستی. نگوید دادا. ما شما رو بسیار یاد کردیم. منتظرم که کی به من نوبت میرسد. با اومد ایمان نشه با تو نوبت نمیدهم. من برای هر دیتان کافی میباشم فرزندانم. بیا نوربانو سلطانم. هر دیتان را یاد کردم. سلامت باش نجیب سردار. انا فرزندهایت را هم دیدی. آقای دادستان کار نباید در اینجا تمام شود. حتما پرونده جنایی در نزد عدالت باید حساب دهد. تو خواسته دلت را گوی. در چارچوبه قانون هر چی از دستم آید میکنم. با بردن سخن کردنم لازم. در پشت این حادثه که ها میباشد باید او اعتراف کند. میلش تو با او میخوری. در کجایی که یگید را دیدید رو کشت خاطری او را نبینید. یگید را در اینجا میگرانیم. اگر یگید از اینجا سلامت برایت به جای او شما را میگرانم. حالا باشد برا زودتر میرویم. قاتل جواب میدهد. یگید قاتل جواب میدهد.
این چی غوا باشد؟ باید یک نظر دیگر هم میکردید. تو چی ها میگویی؟ چی ها میگویی؟ با دقت شب میگویم تو را گور کنی میآیم. Despot fascisto, despot yigit, despot fascisto, despot yigit, yigit despot, despot yigit, خاطر جواب میدن. despot yigit, yigit despot yigit. خدایا یگیت رفته باشد. یگیت خاطر جواب میدن. اوه این را بینه. گوش کن شیرکم، اون آدم هایی که میبینی تروریستند. حالا باشد بیرحمانه به مزاره که جان خودش را در راه وطن فدا کردن حمله میکنن. آیا شما در این حادثه خاموش میشینید؟ اگر مرگویی میمیریم، منتظر اشاره شما هستیم. این خیلی باشد به شما 3 کلمه میگویم: زنید، شکنید، پاره کنید. آن قاتل را هم صحت سلامت نگذارید. رفیقان، امروز روزی پشتیبانی کردن وطن است. آنها به جنازه‌ای که خود را در راه وطن فدا کردند حمله میکنند. آیا از آنها حساب نمیپرسیم؟ آیا جنازه شهید خود را صاحب نمیشویم؟ شهیدان نمی‌مرند، وطن هرگز پاره نمی‌شود. این خیل باشد رفتیم شیرانیان. وطن هرگز پاره نمی‌شود. محترم هموطنان عزیز و روزنامه‌نگاران گرامی، یک قطار گروه هایی که در این وطن آرامی آسایش نمیخواهند علیه شخصی در جزیره بوده سوء قصد تشکیل کرده، اما با شرافت مقامات امنیت و مهارت والای آنها عملی آنها بیکار کرده شد. نگذاشتند که حتی از بینی شخصی هدف گرفته خون ریزد. حالا شرح خودش را شنوید. چنانه که به همگان معلوم است، دیروز علیه من سوء قصد تشکیل کرده شد و در نتیجه این حتی به من آسیبی نرسیده خوشبختانه نجات یافتم. اگر امروز در اینجا زنده باشم، با شرافت آنها زنده ام. من از آن پاسبانی که جان خود را برای من فدا کرد منتدار می باشم. امیدوارم که جنایتکاران را هر چه زودتر دستگیر میکنند. خودتان را حمایت کنید. هرگز به طرف آنها تیر نکشید. میروید. زودتر. یقین میکنم و باوری دارم که دولت ترکیه این عملیات سوء قصد را تشکیل نکرده است. چیکار کرد؟ این آدم ها کیستند؟ از کجا می‌آمدند؟ خودتان را حمایت کنید. تیر نکشید. به خلق ترکیه گفتنیم که سلامتی من خوب بوده، زیر حمایه و در امنیت قرار دارم. خلق کرد نباید اندیشه کند. بازیچه شخصانی که در بین این دو خلق اغوا فتنه می اندازند نباید شوند. دولت مشفق ترکیه 10 سال می باشد که مرا زیر حمایه خودش قرار می دهد. بعد از این هم حمایه مرا دوام خواهد داد. اکنون بعد از این همین خیل می شود. یک جایه در فضای صلح، اتفاق و در فضای یکدلی با صلح و صلاح زندگی میکنیم. زندگی کردن رو باید یاد کنیم.
ғизои хуб гарави саломатист. Инак равғани баракат ки бо таҷҳизоти навин дар беҳтарин коргоҳҳои истеҳсолӣ омода мегардад, пешкаши хоҳишмандон аст. таркиби ғизонок ва сифатан болои ин равған лаззатбахши ҳама таомҳои миллӣ мебошад. равғани баракат ҷавобгӯи стандартҳо буда бо назардошти талаботи истеъмолкунанда аз нигоҳи ғизои солим омода гаштааст. равғани баракатро дар зарфҳои ҳунҷоиши гуногун бо нархи дастрас дар тамоми марказҳои савдои шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо Қурғонтепа, Кулоб, Рашт, вилояти Суғ, шаҳрҳои Хуҷанд, Панҷикент ва ғайра харидорӣ намоед. телефонҳо барои харидорӣ ва ҳамкориҳо 918 88 44 99, 918 46 85 96, 48 701 01 37. шифоёбии эҳсоси гуворое барои ҷисму рӯҳ аст ва муҳим аст ки шумо беморро бо усули комилан бехавф ва муосир табобат кунед. маркази тиббии табобати чинӣ ҳамин гуна усулҳои анъанавӣ ва муосирро барои шифоёбиятон пешниҳод мекунад. сӯзанзании чинӣ, гиёҳдармонӣ, табобати маризиҳои қалб, фишори хун, пӯст, амрози занона, гӯш ва бинӣ, бемориҳои урологӣ, узвҳои даруна, сутумуҳра ва амсоли ин акнун дар як марказ берӯзи истироҳат барои шумо пешниҳод мегардад. акнун шумо имкон доред ки бо истифодаи таҷҳизоти муосир аз санги гурда бе кадом ҷарроҳӣ ва изи он халос шавед. суроға шаҳри Душанбе, маҳаллаи 65, кӯчаи Фирдавси 8, маркази табобати чинӣ. шифоёбӣ инҷо арзону осон аст.